سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خدمت دوست عزیز رسیدیم، براشون دندون گذاشتیم. بله، برای همسرتون که از ونکوور اومده بودن دندون ساختیم. بله، که دندون خوبی هم نبود متاسفانه، تو ونکوور ساخته بودن تو کانادا. اون خوب نبود، خوب بود چه عوض نمی‌کرد. بعد شما برای خانومتون کار کردم، بعد اومدین شما من کار کنم. آیا فروزی بوده ماشاءالله بزنید به تخته. 90 سالشون هستش و ماشاءالله به یه جوون تقریبا 35-40 ساله است، انرژی و چیزش. دوستان نگاه کنید، یه سری جاها تبلیغات میکنن، میگن که ما پروتز فک بالا رو بدون کام میسازیم. نکن این دروغ بیش نیست، چون نمیشه پروتز فک بالا رو بدون کام ساخت مگر در حالتهای خاص. همه مردم رو نمیشه. آیا فروزی با توجه به این که سن و سال بالایی هم دارن خدا رو شکر، ولی لثه خیلی قوی دارن. الان همونطور که ملاحظه می‌فرمایید فک بالاشون رو بنده یه دونه ساختم، لطفا درش بیارید. فک بالا بدون کام هست، ولی میگم برای هر مریضی نمیشه کار کرد، چون ایوو بیس هستش. ما میتونیم اینو چیه به این حالت براشون در بیاریم. تو ایوو بیس تو یه حدودی میشه، ولی به صورت قطعی و 100% هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که پروتز فک بالا لطفا بذارید بدون کام باید باشه. اصلا نمیشه، مگر در مواردی که فک مثل آقای فروزی قوی باشه. نکنید به قدری چسبندگی هم قوی هست، ببندین، اکسیژن نکنید، کاملا برقرار. ببند پدر جان، کاملا برقرار هستش. درش بیار یه بار دیگه، ببینید با چه شدتی درش میاره، چون ما با ایوو بیس میتونیم گیر خیلی بالایی بگیریم. بکش بینو پدر جان، بکش. نکنید، چون الان چسبید. اون که ایوو بیس هست گیر بسیار بالایی داره. صدای تقه رو شنیدید؟ این برای هر بیماری نمیشه. برای بیماری که دستای قوی دارن میشه این کارا رو کرد، ولی کسی بخواد تبلیغات کنه بگه که ما بدون کام درست میکنیم، همچین چیزی اصلا در واقعیت وجود نداره. مگه بخواد اووردنچر کنه، مگه بخواد کاری انجام بده. آیا داخل دهنتون بذارید لطفا بذارید. نه داخل دهنتون بذارید، خواهش میکنم. خب برخورد پرسنل با شما خوب بود، کارمون خوب بود، راضی هستید؟ خیلی از این بهتر دیگه نمیشه. واقعا هم خوبه، واقعا هم دستتان میکنم. به دیگران توصیه میکنیم شما بیان؟ حتما. سپاسگزارم، مثل اینکه گذاشت از اون فیلم بگیرم. متشکرم، به خدا میسپارم.